با سلام به همگی، در خدمتون هستیم. امروز 5 تیر ماه 1405 معادل 26 جون 2026 در گفتار 32 از ناگفته های تاریخ در مورد یانیک تپه یا یانیق تپه. امروز میخوایم در مورد آقای چارلز آلن برنی صحبت بکنیم، از باستانشناسانی که در یانیک تپه کار کردند. آقای آلن برنی باستانشناس بریتانیایی متخصص در حوزه خاورمیانه بودند که به خاطر سالها بررسی و کارهای پیشگامانه‌ای که در شرق آناتولی شمال غرب ایران داشتند شناخته شده هستند. ایشون متولد 1930 بودند. تحصیلات خودشون رو در کالج ایتون بعد کینگز کالج کمبریج به پایان رسوندن. در رشته کلاسیک و باستانشناسی تخصص پیدا کردند و بعد از فارغ التحصیلیشون توی مؤسسه باستانشناسی بریتانیا تو آنکارا از سال 1954 تا 1956 کار میکردند که خب این جایی بود که علاقهشون به مطالعات خاور نزدیک بیشتر شد. در اواسط 1950 یه بررسی میدانی انجام دادن که جزء کارهای اولیه و پیشگامانه‌ای بود که در شرق آناتولی بودش. از جمله کاری که کردن در اطراف دریاچه وان یه پژوهش‌هایی رو انجام دادن که یه سری دهش‌ها و شهرهای اورارتویی رو شناسایی کردن که درک ما رو از این مجموعه پادشاهی باستانی به طور چشمگیری افزایش داد. خب ایشون با همکارای مختلفی کار کردن، مثل دیوید برناف، ایان تاد، بیرگیت برنی و مارک دیوی. یانیق تپه در اوایل 1960 توسط ایشون حفاری شد و یه توالی بلندی از اشغال انسانی رو آشکار کرد که لایه‌هایی از دوران نوسنگی، مسنگی و عصر برنز رو شامل می‌شد. قدیمی‌ترین لایه‌هایی که تو این حفاری کشف شد مربوط به اواخر هزاره هفتم پیش از میلاد بوده که خب با حاجی فیروز که قبلا هم مطالعه شد قابل مقایسه است. جز اولین سکونتگاه دائمی به شمار میره. خود یانیق تپه یکی از مهمترین محوطه‌های پیش تاریخی حفاری شده در منطقه پس از جنگ دوم جهانی به شمار میره و در سال 1970 برنی حفاری‌های بزرگی رو در هفتوان تپه نزدیکی دریاچه ارومیه هم انجام داد که لایه‌های عصر برنز و آهن رو آشکار ساخت که باز هم نشون میداد که چجوری اقتصاد معیشتی و فرهنگی مادی شمال غرب ایران در واقع در اون تاریخ و در اون دوره ها داشته شکل می گرفته. اینجا تصویری از خودشون هست که نفر دوم از سمت راست هستن در یه محوطه حفاری. تا سال 1995 که بازنشستگیشون بود، ایشون در باستانشناسی خاور نزدیک دانشگاه منچستر اونجا نقش خیلی جدی رو ایفا می‌کردن. باستانشناسای بسیاری رو از بریتانیا و ایران تربیت کردند. از سال 1988 هم از بنیانگذاران انجمن بریتانیای باستانشناسی خاور نزدیک بودند. آثار مکتوب متعددی دارن، از جمله میشه به کتاب مردمان کوهستان، آرارات باستان و قفقاز در 1971 اشاره کرد که با همکاری دیوید لانگ بوده و در سال 2004 مجموعی از مقالات هم به افتخار بود به اسم A View from the Highlands توسط انتشارات پیترز منتشر شد که شاگردا و دوستان و همکاراشون توش در واقع نقش داشتن. آقای برنی در 10 نوامبر سال 2024 تقریبا یک سال خورده گذشته درگذشت که از تأثیرگذارترین باستانشناسی میدانی قرن 20 در حوزه فلات ایران و آناتولی هستند. ویلدوران در کتاب Lessons of History یا درس‌های تاریخ را آزمایشگاه بشریت می‌دانست
او معتقد بود که تاریخ مجموعه عظیمی از تجربه‌های انسانی است که می‌تواند به نسل‌های بعد در فهم موفقیت‌ها، شکست‌ها و مسیر پیشرفت تمدن کمک کند. به باور او هیچ دانشی به اندازه تاریخ نمی‌تواند چشم‌انداز گسترده‌ای از ماهیت انسان و جامعه را ارائه دهد. دوران در آثار خود به ویژه در مجموعه بزرگ The Story of Civilization یا تاریخ تمدن نشان می‌دهد که تمدن‌های باستانی مصر، بین النهرین، ایران و هندوچین بنیان‌های بسیاری از دستاوردهای بشری را بنیاد نهادند. از نظر او شناخت این تمدن‌ها برای درک ریشه‌های فرهنگ جهانی ضروری است. با درود به علاقه‌مندان فرهنگ و تاریخ سرزمین کهن ایران، امروز جمعه 5 تیر ماه سال 1405 خورشیدی برابر با جمعه 26 ماه جون سال 2026 میلادی است و این جلسه که 32مین جلسه از ناگفته‌های تاریخ ایران است، اختصاص به محوطه تاریخی یانیق تپه یا یانیک تپه در شرق ارومیه نزدیکی شهر خسروشاه دارد. در جلسه آتی محوطه باستانی تل جری مورد بررسی و معرفی قرار می‌گیرد که در دشت مرودشت واقع شده که بیش از 8000 سال قدمت دارد و یکی از مهمترین محوطه‌های باستانی ایران در منطقه فارس قرار دارد. اما در مورد یانیک تپه ما ابتدای یک پیشگفتاری رو عنوان میکنیم تا بعد برسیم به مباحث بعدش. گاهی تاریخ را نه در میان کتاب ها بلکه در سکوت خاک میتوان یافت. در جایی که باد هزاران ساله بر فراز تپه خاموش میوزد و رازهای فراموش شده انسان را در گوش زمان زمزمه میکند. یانیک تپه، این تپه کهن در دشت‌های سرسبز آذربایجان یکی از همان مکان‌هایی است که گویی زمین در آن حافظه زنده دارد. حافظه‌ای که از روزگاری سخن می‌گوید که نخستین رویاهای انسان برای ساختن خانه، پرورش گیاهان، نگهداری دام‌ها و افزایش هنر در آن شکل گرفت. اگر بتوانیم چشم‌های آن را ببندیم و 7000 سال به گذشته بازگردیم، شاید صدای خنده کودکی را بشنویم که در کوچه های باریک روستا می‌دود. شاید زنی را ببینیم که سفالی نقشدار را با دستان هنرمند خود می‌آفریند، یا مردی را که در روشنایی آتش ابزارهای زندگی روزمره را آماده می‌کند. در آن زمان هنوز نامی از پادشاهان بزرگ، امپراتوری‌های با شکوه و جنگ‌های تاریخی نبود. آنچه وجود داشت زندگی بود، زندگی ساده اما سرشار از امید، خلاقیت و عشق به آینده. یانیک تپه یادآور این حقیقت است که تمدن‌های بزرگ جهان از کاخ‌ها و قلعه‌ها آغاز نشدند، بلکه از روستاهای کوچک و مردمانی شکل گرفتند که با تلاش و همکاری نخستین گام‌ها را در مسیر تمدن برداشتند. هر قطعه سفال شکسته، هر دیوار گلی فرو ریخته و هر دانه سوخته‌ای که از دل محوطه بیرون آمده است، داستان انسان‌هایی را روایت می‌کند که هزاران سال پیش در این سرزمین زندگی کردند، عاشق شدند، فرزندان خود را پرورش دادند و آرزوهایشان را برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشتند. در این میان محوطه‌های بیش از تاریخ ایران، یانیک تپه جایگاه ویژه‌ای دارد. این تپه نه تنها گواهی بر قدمت سکونت انسان در شمال غرب فلات ایران است، بلکه پلی است میان فرهنگ‌های گوناگون قفقاز، آناتولی و فلات ایران. مردمانی که در اینجا زندگی می‌کردند بخشی از شبکه گسترده‌ای از ارتباطات انسانی بودند، شبکه‌ای که از طریق آن اندیشه‌ها، فناوری‌ها، هنرها و شیوه‌های زندگی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شد. امروز هنگامی که بر فراز یانیک تپه می‌ایستیم، تنها به یک توده خاک نگاه نمی‌کنیم. ما بر فراز هزاران سال تجربه انسانی ایستادیم، بر فراز خاطرات مردمی که نامشان از یاد رفته اما آثارشان همچنان با ما سخن می‌گوید. اینجا جایی است که گذشته و حال به هم می‌رسند، جایی که می‌توان
فهمید انسان فارغ از زمان و مکان همواره در جستجوی زیبایی، امنیت خانواده و امید بوده است. یانیک تپه بیش از یک محوطه باستانی است. این تپه نامه‌ای است از نیاکان دوردست ما، نامه‌ای بر صفحه خاک نوشته شده و پس از هزاران سال هنوز خواندنی است. هر بار که باستانشناسان لایه‌ای از خاک آن را کنار می‌زنند، گویی صفحه تازه از داستان عشق انسان به زندگی گشوده می‌شود. و شاید بزرگترین پیام یانیک تپه همین باشد، اینکه تاریخ تنها روایت پادشاهان و جنگ‌ها نیست. تاریخ داستان مردمان عادی است، داستان زنانی که سفال ساختند، مردانی که خانه بنا کردند، کودکانی که در کوچه‌های روستا بازی کردند و نسل‌هایی که با تلاش خود پایه‌های تمدنی را بنا نهادند که امروز ما وارث آن هستیم. یانیک تپه همچنان در سکوت ایستاده است، اما برای آنان که گوش به جان می سپارند، این سکوت سرشار از موسیقی زندگی، عشق و آغاز تمدن است. اما در مورد موقعیت جغرافیایی این محوطه در کشور ایران خدمتتون عرض کنم که یانیک تپه یکی از مهمترین محوطه‌های بیش از تاریخی شمال غرب ایران است که در استان آذربایجان شرقی، در دشت خسروشاه و در نزدیکی روستای تازه‌کم قرار دارد. این محوطه در حدود 30 کیلومتری جنوب غرب شهر تبریز و در شرق دریاچه ارومیه واقع شده است. فاصله یانیک تپه تا شهرهای مهم عبارتند از تبریز حدود 30 کیلومتر، خسروشاه حدود 10 کیلومتر، دریاچه ارومیه 25 کیلومتر، خود شهر ارومیه حدود 100 کیلومتر، مراغه حدود 110 کیلومتر، زنجان 280 کیلومتر، اردبیل 240 کیلومتر و در تا تهران حدود 620 کیلومتر از طریق آزادراه تبریز زنجان تهران فاصله دارد. ارتفاع این محوطه از دشت تبریز حدود 1300 تا 1400 متر از سطح دریا قرار داره. ارتفاع خود تپه حدود 16 متر و 6 متر بالاتر از زمین‌های اطراف است. اقلیم منطقه در واقع نیمه خشک سرد، ویژگی‌های اقلیمیش زمستان‌های سرد و برفی داره، تابستان‌های معتدل تا گرم و خشک، بهارش نسبتاً مرطوبه، پاییزش خنک و کوتاه، میانگین دمای سالانه منطقه حدود 10 تا 12 درجه سانتیگراد است و میزان بارندگی سالانه دشت تبریز و منطقه خسروشاه معمولاً بین 250 تا 300 میلیمتر است که بخش عمده آن در زمستان و بهار رخ میده. اما در مورد مشخصات خود فیزیکی این تپه خدمتتون عرض بکنم که یانیک تپه از نوع تپه‌های استقراری چند لایه هستش، یعنی در اثر سکونت پیوسته انسان‌ها طی هزاران سال به تدریج شکل گرفته. مساحت تقریبی تپه حدود 8 هکتار، ارتفاعش همونطور که عرض کردم 16.6 متر، شکل کلیش به صورت بیضوی و نسبتاً گسترده، جنس لایه‌هاش خشت، گل، بقایای معماری، خاکستر و رسوبات فرهنگی. قدمتش از اواخر هزاره 50 پیش از میلاد تا هزاره اول پیش از میلاد است که حالا در قسمت ادوار تاریخی لایه‌نگاری بیشتر توضیح میدیم. اما معنی در واقع این یانیک تپه از کجا آمده؟ نام یانیک تپه از زبان ترکی آذری گرفته شده. یانیک یا یانیق به معنی سوخته، آتش گرفته، سوزانده شده است و تپه هم که میدونیم معنی همون نوع محوطه‌هایی است که در اثر استقرار بشر تو لایه‌های مختلف شکل گرفته. بنابراین یانیک تپه به معنی تپه سوخته است یا تپه‌ای که در گذشته دچار آتش سوزی شده. این نام احتمالاً به دلیل وجود لایه‌های متعدد سوختگی و آثار آتش‌سوزی در این محوطه باستانی انتخاب شده. در جریان کاوش‌های باستانشناسی نیز بقایای ساختمان‌های سوخته و لایه‌های خاکستر شناسایی شدند که می‌تواند منشأ این نام محلی باشد. در فارسی میتوان آن را به صورت تپه سوخته یا تپه آتش گرفته ترجمه کرد. البته نباید آن را با شهر سوخته اشتباه گرفت. شهر سوخته نام یک محوطه باستانی مشهور در سیستان است، در حالی که یانیک تپه محوطه بیش از تاریخی در آذربایجان غربی هستش. اما ثبت یانیک تپه در آثار ملی و دلایلش چی بوده؟
یانیک تپه در فهرست آثار ملی ایران با شماره 4170 به ثبت رسیده. گرچه در منابع عمومی تاریخ دقیق ثبت این اثر کمتر ذکر شده، اما شماره ثبت 4170 نشان می‌دهد که این محوطه در دهه‌های پایانی قرن 14 هجری شمسی به فهرست آثار ملی ایران افزوده شده است. اما چرا یانیک تپه ثبت آثار ملی شده؟ این چند تا دلیل داره. یکیش قدمت بسیار زیاد این محوطه است که یکی از مهمترین استقرارگاه‌های عصر مصر و عصر مفرق در شمال غرب ایران است و سابقه سکونتش به 5000 تا 3000 سال پیش از میلاد میرسه. اما اهمیت در واقع علمی و باستانشناختی هم داشتش، برای اینکه کاوش‌های چارلز برنی نشان داد که یانیک تپه یکی از مهمترین مراکز فرهنگ کورا ارس در فلات ایران بوده. این کورا در واقع یا کور یک نام رودی در قفقاز هستش و آراکسس نام یونانی رود ارس هستش که به این فرهنگ معروف عصر مفرق آغازین هستش که حدود 3500 تا 2000 پیش از میلاد در قفقاز، آذربایجان و شمال غرب ایران و منطقه آناتولی شکل گرفته هستش. این در واقع به این منطقه در واقع اطراف این اونها فرهنگ کورا ارس میشن که اینها نقش مهمی در ارتباط فرهنگی میان ایران و قفقاز و آناتولی داشته. یکی دیگر دلایل ثبت این محوطه در واقع این نقشه در واقع ثبت محوطه در واقع کورا ارس رو نشون میده و محوطه‌ها که هستش. معماری منحصر به فردی داشته. در این محوطه بقاهای خانه‌های مدور و سپس خانه‌های چهارگوش کشف شده که تحول معماری جوامع عصر مفرق رو نشون میده. یکی دیگه از دلایلش سفالهای مشهور خاکستری و سیاه صیقلی مال فرهنگ یانیک تپه هستش. آثار استخوانی، شواهد فلزکاری، نشانه‌هایی از علائم پیشنوشتاری در این محوطه کشف شده که برای مطالعه آغاز تمدن در شمال غرب ایران اهمیت ویژه‌ای داشته. در واقع با ثبت این تپه در فهرست آثار ملی، این محوطه تحت حمایت دولت ایران قرار گرفت تا از تخریب ناشی از توسعه کشاورزی، ساخت و ساز، حفاری‌های غیر مجاز محافظت بشه. مطابق قانون حفظ آثار ملی، محوطه‌ای که داره ارزش تاریخی، فرهنگی و علمی برجسته باشند در این فهرست ثبت می‌شوند. بسیاری از باستانشناسان یانیک تپه را یکی از مهمترین محوطه‌های عصر مفرق ایران می‌دانند. زیرا این محوطه یکی از کلیدی‌ترین منابع برای شناخت مهاجرت‌ها، تبادلات فرهنگی و شکل‌گیری جوامع پیچیده در شمال غرب فلات ایران در هزاره سوم پیش از میلاد است. به همین دلیل ثبت ملی یانیک تپه نه تنها به خاطر قدمت آن، بلکه به دلیل نقش استثنایی آن در شناخت تاریخ پیش از در دوره پیش از تاریخ ایران است و ارتباط ایران با قفقاز و آناتولی. اما در مورد سابقه کاوش‌ها در این منطقه، یانیک تپه که از شناخته‌ترین محوطه‌های عصر مصر مفرقه و شهرت جهانی خود را مدیون کاوش‌های باستانشناس انگلیسی چارلز آلن برنی است و نتایج این کاوش‌ها نقش مهمی در شناخت فرهنگ کورا ارس و پیش از تاریخ آذربایجان ایران داشته است. شناسای اولیه محوطه رو خدمتتون عرض کنم، اگرچه یانیک تپه دیرباز برای مردم محلی شناخته شده بود، اما تا نیمه قرن 20 میلادی بررسی علمی مهمی در آن انجام نشده بود. در دهه 1330 و 1340 خورشیدی با گسترش مطالعات پیش از تاریخ ایران، توجه باستانشناسان به دشت تبریز و حوزه دریاچه ارومیه جلب شد. در این دوره مشخص شد که شمال غرب ایران حلقه ارتباطی مهمی میان فلات ایران، قفقاز جنوبی و شرق آناتولی بوده است و یانیک تپه یکی از بزرگترین محوطه‌های این منطقه محسوب می‌شد. کاوش‌های در واقع علمی و اصلی یانیک تپه توسط چارلز برنی از دانشگاه منچستر انجام شد. فصل اول کاوشات سال 1960 میلادی معادل 1339 خورشیدی بود. در نخستین بخش
فصل کاوش‌ها نقشه برداری کامل تپه انجام شد، گوانه‌های آزمایشی زده شد، ضخامت لایه‌های فرنگی بررسی شد. مشخص شد که تپه دارای توالی استقراری بسیار طولانی است. برنی دریافت که محوطه دارای چندین دوره استقرار از اواخر هزاره پنجم تا هزاره اولی پیش از میلاد است. فصل دوم کاوش‌ها که در 1961 انجام شد، در این فصل ترانش‌های وسیع‌تری باز شد، بخش‌هایی از معماری مسکونی در واقع آشکار گردید. مجموعه بزرگی از سفال‌های خاکستری و سیاه صیقلی شده کشف شد. این سفال‌ها بعداً به عنوان یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های فرهنگی یا تپه معرفی شد. در فصل سوم کاوش‌ها که این فصل مهمترین بخش در واقع تحقیقات بود، باستانشناسان مشخص موفق شدن خانه‌های مدور دایره‌ای شکل را کشف کنند. بقایای خانه‌های چارگوش را شناسایی نمایند، اجاق‌ها، انبارها و فضاهای داخلی سکونتگاه‌ها را مطالعه کنند، لایه‌های سوختگی گسترده را ثبت کنند و وجود این لایه‌های سوخته احتمالاً علت نامگذاری یانیک تپه یا یانیک تپه بود. مهمترین کاوش‌ها در واقع این دوره معماری مدور بود و که از کشفیات مهم این دوران مفرق بود و این بناها در واقع با خشت ساخته شده بودند. قطر برقی آنها به 6 تا 8 متر میرسید. دارای اجاق مرکزی بودند، گاه شامل اتاق‌های جانبی بودند. این نوع معماری در ایران نسبتاً نادره و با نمونه‌های در قفقاز قابل مقایسه است. از دیگر یافته‌هایی که در اینجا بود، سفال خاکستری فرهنگ یانیق بود که کاوش‌ها هزاران قطعه سفال را آشکار کرد. ویژگی اینا به این ترتیب بود: رنگ خاکستری تا سیاه داشتن، سطح صیقلی و براق داشتن، پختشون در دمای بالا بود، تزئینات محدود و ساده داشتن و این سفال‌ها بعدها به عنوان فرهنگ یانیق شناخته شدند و در بسیار از محوطه‌های شمال غرب ایران مشاهده شدند. همچنین آثار فلزکاری در لایه‌های عصر مفرق به دست اومد، مثل ابزارهای مسی، اشیای مفرقی، سرباره‌های فلزی که نشان دهنده آشنایی ساکنان یانیک تپه با متالورژی اولیه بود. بقایای جانوری و گیاهی هم به دست اومد و که نشون داد که گوسفند و بز مهمترین دام‌ها بودن. گاو نیز اونجا پرورش می‌یافته، گندم و جو کشت شده. اقتصاد منطقه عمدتاً بر کشاورزی و دامداری استوار بوده. نقش اونا دوتا مهمتر از دیگران بودن. در واقع نقش یانیق تپه را در فرهنگ کروارس باید بگیم که یکی از دستاوردهای مهم این کاوش‌های برنی بود و نشان داد که شمال غرب ایران بخشی از این حوزه گسترده بوده. این فرهنگ حدود 3500 تا 2400 پیش از میلاد در قفقاز، شرق ترکیه، ارمنستان، گرجستان و شمال غرب ایران گسترش داشت. یانیق تپه امروز یکی از مهمترین محوطه‌های مرجع برای مطالعه این فرهنگ در ایران به شمار می‌رود. اما پژوهش‌های بعد از کاوش‌های برنی، مطالعات تطبیقی متعددی روی سفال‌ها انجام شد. نمونه‌های یانیق تپه با محوطه‌های گوی تپه، دالما تپه، هفتان تپه، کول تپه، جلفا مقایسه شدند و این پژوهش‌ها نشان دادند که یانیق تپه یکی از مراکز اصلی تحول فرهنگی شمال غرب ایران در عصر مفرق بوده. امروزه یانیق تپه در بسیار از کتاب‌های باستانشناسی خاور نزدیک به عنوان یکی از محوطه‌های کلیدی برای مطالعه عصر مفرق قفقاز و شمال غرب ایران شناخته می‌شود. کاوش‌های چارلز برنی در واقع برای نخستین بار نشان داد که شمال غرب ایران نه یک منطقه حاشیه‌ای بلکه یکی از مراکز مهم نوآوری‌های فرهنگی و تعاملات بین فلات ایران، قفقاز و آناتولی در هزاره چهارم و سوم پیش از میلاد بوده است. اما در مورد دوره‌ها یا ادوار تاریخی و لایه‌نگاری‌ها باید اشاره بکنیم که یانیق تپه یکی از مهمترین تپه‌های باستانی بود که کاوش‌های چارلز برنی نشان داد که این تپه از چندین لایه فرهنگی و تاریخی تشکیل شده که هر کدام نمایانگر دوره از تحول در واقع فرهنگی هستند. یکی اولین لایه‌های دوره مس و
سنگی هستش که حدود 4500 تا 3500 پیش از میلاد داره که قدیمی ترین استقرارهای در واقع یانق تپه رو نشون میده. بعد خدمتتون عرض بکنم که ویژگی های این دوره در واقع قدیمی ترین خانه های خشتی ساده است، سفال های دستساز و سپس چرخساز اولیه است، کشاورزی و دامداری، ابزارهای سنگی و استخوانی، نخستین شواهد استفاده از مس. این دوره همزمان با شکوفایی فرهنگ دالما و فرهنگ‌های محلی آذربایجان. دوره دوم، لایه دوم، دوره آغاز عصر مفرق حدود 3500 تا 3000 پیش از میلاده. در این دوره تغییرات مهمی در زندگی مردم رخ داده. از ویژگی‌های این دوره ورود سفال‌های در واقع خاکستری هست و سیاه و صیقلی و گسترش فلزکاری، توسعه معماری خشتی، افزایش ارتباط با قفقاز آناتولی و این مرحله آغاز نفوذ فرهنگ کروآرس در منطقه محسوب می شود. دوره سوم که دوره در واقع فرهنگ کروآرسه حدود 3000 تا 2400 پیش از میلاده و مهمترین و مشهورترین لایه تاریخی یانق تپه مربوط به این دوره می باشد. از ویژگی‌های این دوره این است که خانه‌ها مدور و بیضوی هستند، سفال خاکستری و سیاه صیقلی درش هست، توسعه دامداری و کشاورزی، فلزکاری پیشرفته تر میشه، وجود اجاق‌های مرکزی در خانه‌ها دیده میشه و به دلیل اهمیت این لایه برخی از پژوهشگران از اصطلاح فرهنگ یانیق برای بخشی از فرهنگ کروآرس در ایران استفاده میکنه. لایه چهارم عصر مفرق میانی حدود 2400 تا 1500 پیش از میلاده که در این دوره تغییراتی در ساختار سکونت مشاهده می شود. ویژگی‌هاش اینه که معماری چهارگوش میشه و جایگزین بخش زیادی از معماری‌های مدور میشه. سفال‌ها تنوع پیدا میکنن، ارتباطات تجاری منطقه گسترش پیدا میکنه، استفاده از ابزارهای مفرقی بیشتر میشه. عصر پنجم که عصر مفرق پایانی و عصر آغازین آهنه حدود 1500 تا 1200 پیش از میلاده. ویژگی‌هاش استقرارهای کوچکتر، افزایش استفاده از فلز، تغییر در شیوه‌های تدوین و ورود عناصر فرهنگی جدید از قفقاز و شرق آناتولی. لایه ششم به دوره عصر آهن تعلق داره که حدود 1200 تا 800 پیش از میلاده و جدیدترین لایه اصلی یانق تپه به عصر آهن تعلق داره. ویژگی‌های این دوره سفال‌های عصر آهن، ابزارهای آهنی اولیه، معماری متفاوت نسبت به دوره‌های مفرق، ارتباط با فرهنگ‌های عصر آهن آذربایجان. ضخامت‌های لایه‌های فرهنگی نشون میده که یکی از دلایل اهمیت یانق تپه است، یعنی انباشت طولانی مدت لایه‌های استقراری. ارتفاعش هم همونطور که گفتیم حدود 16.6 متر. این ارتفاع هم حاصل هزاران سال سکونت پیوسته، تخریب بناها و ساخت و سازهای مجدد هر لایه نماینده نسل از ساکنان منطقه است که بر روی بقایای نسل‌های پیشرو زندگی می‌کردند. اما در مورد مهمترین یافته هایی که در اینجا به دست اومد، برخلاف شهر سوخته یا شهرداد که آثار منحصر به فردی مانند چشم مصنوعی و درفش فلزی در آن یافت شده، اهمیت یانق تپه بیشتر به دلیل معرفی یک فرهنگ باستان شناخته کامل است تا یک شیء خاص. اونها یافته‌هایی که سفال خاکستری و سیاه و صیقلی که مهمترینش هستش و ویژگی این است که پختشون در دمای بالا انجام می شده و سطحشون بسیار صاف و براق بوده، کیفیت فنی بالایی داشتن، فرم‌های متنوعی رو داشتن که شامل کوزه و کاسه و خمره میشه. این سفال‌ها که یکی از شاخص‌ترین نشانه‌های فرهنگ کروآرس هستن در سراسر قفقاز و شمال غرب ایران مشاهده شده و در واقع اینجا رو کرده که یکی از در واقع مرجع این فرهنگ یانق تپه است. از دیگر یافته‌های در واقع به غیر از سفال‌ها در یانق تپه که بسیار زیاد بودن، خانه‌های مدور عصر مفرق هستش. یکی از مهمترین
کشفیات معماری ایران پیش از تاریخ در یانه تپه به دست آمد. در این محوطه خانه‌های مدور بزرگ خشتی، اتاق‌های جانبی و اجاق‌های مرکزی کشف شد. این معماری در فلات ایران نسبتاً نادره و ارتباط فرهنگی یانه تپه با قفقاز جنوبی رو به خوبی نشان میده. بعد در چیزایی که دیگه کشف شد، لایه‌های گسترده آتش سوزی بود. چندین لایه سوختگی رو در بقایای ساختمان‌های سوخته، دیوارهای فرو رفته، خاکسترهای گسترده به دست آمد که برخی پژوهشگران همونطوری که توضیح دادم علت نامگذاری را از همین ویژگی‌ها گرفتن. در یانه تپه شواهدی از کارهای در واقع ابزارهای مسی، اشیای مفرغی، سرباره‌های فلزی هم به دست آمد که اینها نشان میدن که ساکنان منطقه در 1003 پیش از میلاد با فناوری فلزکاری آشنا بودند. بقایای در واقع استخوان‌های جانوری و دانه‌های گیاهی هم نشان داد که گوسفند و بز هم در این منطقه و گاو پرورش میداده، گندم و جو کشت میکردن و اقتصاد منطقه هم حالا بعدا توضیح میدیم یکی از ستون‌های اصلیش همین دو فعالیت بوده. اگر بخوایم تنها یکی از مهمترین کشف‌های در یانه تپه را نام ببریم، کشف اشیاء خاکسی نیستش، بلکه شناسایی و تعریف فرهنگ یانیق، شاخه ایرانی فرهنگ کروعرس است که از طریق سفالهای خاکستری صیقلی و معماری مدور عصر مفرغ نمایانگر شد. این کشف برای نخستین بار نشان داد که در حدود 3000 تا 2400 پیش از میلاد شمال غرب ایران یک بخش مهم فرهنگی بوده. از دید بسیاری از باستانشناسان ارزش علمی یانه تپه در یک شی نیست، بلکه نقش آن در تحولات شناخت فرهنگ کروعرس و تحولات عصر مفرغ در شمال غربی ایران است. در ضمن یه توضیح بدم، یک شیئی هم در این چارلز برنی پیدا کرده که در این تصویر میبینید بعضیا این رو به عنوان یک عینک چیز کردن، ولی مقاله هستش که نشون میده که این باور غلطی هستش. احتمالاً این شی میتونسته یک طلسم باشه یا میتونسته یک قلاب کمربند باشه یا یک شی تزئینی باشه. مشابه این شی هم در نقاط مختلف این منطقه به دست اومده و این تبلیغاتی که این یکی از قدیمی ترین عینک هایی است که در ایران پیدا شده، تبلیغات درست نیست در مورد یانه تپه. اما در مورد جمعیتش تا کنون ما هیچ سرشماری مستقیمی از یانه تپه مدرکی نداریم و باستانشناسان فقط میتونن بر اساس تخمین ها بر مبنای مساحت محوطه، تعداد خانه ها و مقایسه با سکونت های همدوره جمعیتون رو برآورد کنن. یانه تپه در دوره شکوفایی خودش حدود 6 تا 8 هکتار وسعت داشته. یکی از بزرگترین استقرارگاه‌های عصر مفرغ در حوزه دریاچه ارومیه می‌رفت. با استفاده از تراکم جمعیت شناخته شده برای روستاها و شهرک‌های عصر مفرغ در خاورنزدیک، جمعیت یانه تپه در دوره فرهنگ کروعرس حدود 3000 تا 2400 پیش از میلاد احتمالاً در حدود 2000 تا 1000 نفر بوده. در دوره‌های اوج استقلال ممکن بوده تا 2500 نفر هم برسه، ولی این برآورد بر اساس مساحت محوطه و تراکم شناخته شده سکونتگاه‌های هم عصر مفرغ انجام می شود. در 1003 پیش از میلاد بیشتر سکونتگاه‌های شمال غرب ایران روستاهایی با چند صد نفر جمعیت بودند. بنابراین یانه تپه با جمعیت احتمالاً بیش از 1000 نفر یک مرکز منطقه‌ای مهمی محسوب میشه. این جمعیت میتونست شامل کشاورزان، دامداران، سفالگران، فلزکاران، بازرگانان محلی باشد. حالا ما اگر بخوام یانه تپه که حدود 1000 تا 2000 نفر جمعیت داشته با محوطه‌های هم دوره خودش بسنجیم، گوی تپه در همین دوره همین حدودا جمعیت داشت. شهر سوخته 5000 تا 8000 نفر داشت. شوش در دوره‌های اولیه 10000 نفر رو داشته. بنابراین یانه تپه رو نمیتونیم یک شهر خیلی بزرگ تلقی کنیم، اما برای شمال غرب ایران در عصر مفرغ
یکی از بزرگترین و پرجمعیت‌ترین مراکز استقلالی منطقه به حساب میشه. خلاصه اینکه بر اساس داده‌های باستانشناسی موجود، محتمل‌ترین برآورد برای جمعیت یانیق تپه در دوره شکوفایی فرهنگ کره حدوداً 1500 نفر با دامنه تقریبی بین 1000 تا 2500 نفره. با توجه داشت که این اعداد تخمینی هستند، زیرا تاکنون هیچ مطالعه تخصصی جمعیت شناسی و باستان شناسی ویژه یانیق تپه منتشر نشد. اما در مورد در واقع سیستم آبیاری یانیق تپه باید خدمتتون عرض بکنم. یانیق تپه در دشت حاصلخیز تبریز و در نزدیکی دامنه های کوهستانی سهند قرار داشته. اگرچه تاکنون هیچ کانال آبرسانی بزرگ یا سازه هیدرولیکی مشابه آنچه در شوش و چغازنبی دیده میشه در یانیق تپه کشف نشده، اما شرایط طبیعی منطقه نشان میده که ساکنان آن از چند منبع آب استفاده میکردند. یکی از مهمترین منابع آب منطقه رودها و جویبارهایی بوده که از دامنه‌های کوه سهند به سوی دشت تبریز جاری می شده. این جریان‌های آبی آب آشامیدنی را تامین می‌کردند، برای آبیاری مزارع استفاده می‌شدند. در بهار بر اثر ذوب برفان این رودها و چشمه‌ها پر آبتر می‌شدند. در اطراف دشت خسروشاه و دامنه‌های سهند چشمه‌های متعددی وجود دارد. احتمالاً ساکنان یانیق تپه آب شرب روزانه را از این چشمه‌ها تأمین می‌کردند. بخشی از دامداری خود را نیز در نزدیکی منابع آب دائمی مستقر می‌کردند. کشاورزی هم که بخش مهمی از اقتصاد مردم یانیق تپه بوده، احتمالاً دیمی بوده و با توجه به بارندگی سالانه‌ای که 250 تا 350 میلیمتر در سال خدمتتون عرض کردم، محصولات چنان گندم و جو بوده که میتونسته بدون آبیاری گسترده کشت بشه. این شیوه هنوزم در بسیاری از مناطق آذربایجان رایج هستش. برخی پژوهشگران معتقدند که ساکنان یانیق تپه احتمالاً از جوی‌های کوچک خاکی، انحراف موقت آب رودخانه‌ها، حوضچه‌های ذخیره آب برای آبیاری باغچه‌ها و مزارع نزدیک روستا استفاده می‌کردند. اما تاکنون مدرک مستقیمی از این سیستم آبیاری پیچیده در اونجا به دست نیامده. در خانه‌های عصر مفرد یانیق تپه هم که در این دوره بوده، خنبه‌های بزرگ سفالی معمولاً وجود داشته که این ظروف برای ذخیره آب، نگهداری غلات، ذخیره مواد غذایی به کار می‌رفته. یکی از دلایل شکلی یانیق تپه دسترسی این محل به آب‌های مناسب، آب‌های دامنه سهند، خاک حاصلخیز آبرفتی، مراتع مناسب دامداری بوده. این سه عامل امکان پشتیبانی از جمعیتی حدود 1000 تا 2000 نفر در 1000 سوم پیش از میلاد فراهم می‌کرده. به احتمال زیاد سیستم آب یانیق تپه اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، مبتنی بر چشمه‌های دائمی دامنه سهند برای آب آشامیدنی، رودهای و جویبارهای فصلی برای کشاورزی و دامداری، کشاورزی ده مبتنی بر بارندگی، جوی‌های کوچک محلی برای آبیاری محدود، خنبه‌های بزرگ سفالی برای ذخیره آب بودند. برخلاف تمدن‌های بزرگ شهری مانند چغازنبیل یا شهر سوخته، یانیق تپه هنوز یک جامعه روستایی منطقه عصر مفرع بوده و به شبکه‌های پیچیده مهندسی آب هم نیاز نداشته، بلکه از منابع طبیعی فراوان دشت تبریز و دامنه‌های سهند بهره می‌برد. اما ببینیم که اقتصاد و کشاورزی و دامداری اینها به چی بود. در یانیق تپه یک اقتصادی ما داشتیم ترکیبی: کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و مبادلات منطقه‌ای. یافته‌های باستان شناسی نشان می‌دهد که ساکنان این محوطه توانسته بودند از منابع طبیعی غنی دشت تبریز و دامنه‌های سهند بهره برداری کنند و کشاورزی رو پایه اصلی اقتصادشون قرار بدن و محصولات چون همونطوری که اشاره کردیم گندم و جو و حبوبات بوده. خاک حاصلخیز دشت تبریز و بارندگی نسبتا مناسب منطقه امکان کشاورزی دیم و در وقت مناطق آبیاری محدود رو فراهم میکرد. دومین
در واقع پایه اقتصاد اینها دامداری بوده که پایه مهمترین بعد از کشاورزی مهمترین پایه بوده که مطالعات استخوان‌ها نشون میده اینا گوسفند، بز، گاو داشتن و گوسفند و بز علاوه بر گوشت و پشم و شیر و پوستی است برای اینو فراهم میکرده و نقش مهمی هم در اقتصاد خانوار داشت. یکی دیگه از اقتصاد اینها در واقع سفالگری بوده که از مهمترین فعالیت‌های تولیدی یانق تپه ساخت سفالهای خاکستری و سیاه و صیقلی بوده. کیفیت بسیار بالایی داشتن، در کورهای کنترل شده پخته می شدن، علاوه بر مصرف محلی در مبادلات منطقه‌ای نیز ازش استفاده می کنن. برخی پژوهشگران معتقدند یانق تپه یکی از مراکز مهم تولید این سفال در شمال غرب ایران بود. یکی دیگه از کارهایی که اینا در واقع میکردن فلزکاری بوده که در کاوش‌ها ابزارهای مسی، اشیاء مفرغی، بقایای ذوب فلز کشف شده. اگرچه فلزکاری هنوز در مقیاس صنعتی نبود اما نشان میداد که صنعتگران محلی با فناوری استخراج و شکل‌دهی فلز آشنا بودند. از دیگه پایه‌های اقتصاد مردم اینجا بافندگی و صنایع خانگی بوده. هرچند پارچه از یانق تپه باقی نمونده اما کشف دوک‌های نخلیسی وزنه‌های بافندگی نشان میدهد که تولید نخ و پارچه در خانه‌ها انجام می‌شده. احتمالاً پشم گوسفند ماده اولیه اصلی برای تولید منسوجات بود. از پایه‌های دیگه اقتصاد اینها مبادلات و تجارت بوده. یکی از مهمترین ویژگی‌های یانق تپه موقعیت جغرافیایی آن بوده. این محوطه در مسیر ارتباطی فلات ایران، قفقاز جنوبی و شرق آناتولی قرار داشت. به همین دلیل احتمالاً در مبادله کالاهای مانند سفال، فلز، سنگ‌های تزئینی، محصولات دامی در آنجا نقش داشت. اقتصاد یانق تپه احتمالاً بر اساس شکل زیر سازمان یافته بود. بیشتر خانواده‌ها کشاورز دامدار بودند، برخی افراد به طور تخصصی سفالگری می‌کردند. گروهی کوچک در فلزکاری فعالیت داشتند. مبادله کالا میان روستاهای منطقه رواج داشته. این نوع اقتصاد را باستانشناسان اقتصاد روستایی پیشرفته عصر مفرغ مینامند. خلاصه اینکه اقتصاد یانق تپه بر 4 ستون اصلی استوار بود: کشاورزی، دامداری، تولید سفالهای پیشرفته، فلزکاری و تجارت منطقه. این ترکیب اقتصادی باعث شد که یانق تپه در حدود 3000 تا 2400 پیش از میلاد یکی از مراکز مهم فرهنگی و اقتصادی شمال غرب ایران و یکی از کانون‌های اصلی فرهنگی کوه‌ها تبدیل بشه. اما در مورد مسیرهای تجاری در مقیاس منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای توضیح بدم که یانق تپه در میان فلات ایران، قفقاز و آناتولی نقش ایستگاه ارتباطی مهم رو ایفا می‌کرد. اگر در این نقشه در مرکز ببینید که فلات ایران قرار داره و اون بالا یانق تپه قرار داره، مسیرها رو میتونیم بهتر بفهمیم. یه مسیر شمالی بوده که به قفقاز جنوبی میرسیده که مهمترین مسیر تجاری یانق تپه به سمت شمال بود که از دشت تبریز و رود ارس امروزی به مناطق امروزی جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان میرسید. فرهنگ کورا ارس که در یانق تپه دیده می شود در اصل از همین حوزه قفقازی گسترش یافت. احتمالاً در این مسیر فلزات، دام، پوست، سفال و سنگ‌های زینتی تبادل میشه. یه مسیر غربی هم بوده به سمت آناتولی شرقی که راه دیگری در واقع از یانق تپه به سمت غرب و شرق آناتولی راه میافتاد. این مسیر احتمالاً از طریق ارومیه، خوی در راه کوهستانی شرق ترکیه به مناطق آناتولی میرسیده. این منطقه که مراکز مهم معادن مس و بعدها قلب بود. از این مسیر احتمالا فلزات خام، ابزار فلزی، محصولات دامی و سفالها رد و بدل میشه. یه مسیر جنوبی بوده که میومده به زاگرس و مرکز ایران که از طریق دشت تبریز به گورین تپه، گیان تپه، مناطق زاگرس مرکزی امتداد پیدا میکرد. سپس این مسیر به فلات مرکزی ایران متصل میشد. این راه ارتباط فرهنگی میان شمال غرب ایران و مرکز فلات ایران رو برقرار میکرد.
یه مسیر جنوب شرقی بوده به سمت فلات مرکزی ایران از طریق زنجان و قزوین، ارتباط با محوطه‌های مانند تپه سیلک، تپه حصار امکان پذیر بوده. این مسیر احتمالاً برای انتقال فلزات، سنگ‌های نیمه قیمتی، محصولات کشاورزی استفاده میشه. مسیر آخری، مسیر پنجم، مسیر جنوب غربی بوده که به سمت بین‌النهرین میرفت. گرچه یانه تپه مستقیما در مسیر اصلی بین‌النهرین قرار داشت، اما از طریق زاگرس با تمدن‌های سومر و آکد در ارتباط غیر مستقیم بوده. برخی فناوری‌های فلزکاری، الگوهای سفالی و کالاهای لوکس احتمالاً از طریق این شبکه مبادلاتی عبور می‌کردند. کالاهای احتمالی مبادله شده صادراتشون احتمالاً پشم و پوست حیوانات، دام، فرآورده‌های دامی، سفال‌های خاکستری صیقلی، محصولات کشاورزی و وارداتشون مس و سنگ معدن، سنگ‌های تزئینی، ابزارهای فلزی تخصصی، اشیاء زینتی بوده. امروزه بسیار از باستانشناسان معتقدند که یانه تپه یک مرکز تجاری بزرگ مانند شوش یا شهر سوخته نبوده، اما یک گره ارتباطی مهم در شبکه مبادلات فرهنگی کروارس به شمار می‌رفت. به بیان ساده، یانه تپه در حدود 3000 تا 2400 پیش از میلاد بر سر چهارراه قرار داشت که قفقاز رو به یانه تپه به فلات ایران، آناتولی رو به یانه تپه، زاگرس و مرکز ایران به همدیگه متصل میکرد. همین موقعیت جغرافیایی یکی از دلایل در واقع رشد اقتصادی و اهمیت فرهنگی محوطه در عصر مفرد بود. اما در مورد معماریشون بگم که معماری محوطه نشان دهنده گذار از جوامع روستایی ساده به جوامع پیچیده‌تر عصر مفرد است. مسائل ساختمانیشون خشت بوده که مهمترین مسائل بوده. اصلی ترین مسائل یعنی تپه به شمار میرفته. ویژگی هاشون این بوده: این معماری ساخته شده از گل، خاک رس و کاه، قالب‌گیری های دستی که در آفتاب خشک میکردن که عایق مناسبی در برابر سرمای زمستان و گرمای تابستان بوده. بیشتر دیوارهایی که کشف شده از خشت ساخته شدن. سطوح داخلی خارجی دیوارها معمولا با گل اندود می شدن. کاربردشون هم جلوگیری از نفوذ باد و رطوبت، صاف کردن سطوح دیوار، افزایش استحکام ساختمان. در فرق فضاها چندین لایه اندود روی هم مشاهده شده که نشان دهنده تعمیر و نگهداری مداوم خانه‌هاست. اگرچه چوب به دلیل پوسیدگی باقی نمونده، اما آثار در حفاری‌ها دیده شده. احتمالاً برای تیرهای سقف، چارچوب درها، سازه‌های کمکی برای سقف استفاده می شده. درختان دامنهای صحن نیز منبع مناسبی برای تامین چوب بوده. سنگ هم نقش محدودی رو داشته. در پی برخی دیوارها سنگ‌های آسیاب، ابزارهای سنگی، برخلاف مناطق کوهستانی غرب ایران، معماری سنگی در یانه تپه آنچنان رایج نبوده. انواع خونه ها هم که ما در اونجا داشتیم، خانه های مدور که مشهورترین نوع معماریشون بوده و ویژگی هاشون یک پلن های دایره یا بیضوی داشتن. قطرش حدود 4 تا 8 متر بوده. دیوارهای خشتی عظیمی داشتن. اجاق مرکزی داشتن. فضای مسکونی واحد داشتن و اینا معماری یکی از شاخصهای این فرهنگ کروارس است. خانه های چارگوش هم داشتن. در لایه های متأخرتر خانه های مستطیل شکل ظاهر میشه. ویژگی هاش هم اتاقهای متعدد داشته، فضاهای ذخیره سازی داشته، سازماندهی بهتری فضاهای داخلی داشتن و این تغییر نشانده تحول در شیوه زندگی و ساختار اجتماعی خانواده است. در برخی ساختمان ها هم خنبه‌های بزرگ ذخیره غلات، انبارهای کوچک، سکوهای خشتی کشف شده. این فضاها برای نگهداری گندم، جو و سایر محصولات کشاورزی استفاده می شده. بر اساس شواهد باستانشناسی، سقف در واقع خانه ها احتمالاً از تیرهای چوبی، شاخه و نی، لایه های گل کوبیده ساخته می شده. این نوع سقف در بسیار از روستاهای سنتی ایران تا دوره معاصر نیز رایج بوده است. ویژگی های فنی معماری اگر بخوایم بگیم، دیوارهاشون ضخیم بوده. سخاوت دیوارها تا 50 تا 80 سانتی متر می رسیده.
البته این یک مزایایی داشته، باعث حفظ گرما در زمستان، خنک نگه داشتن فضا در تابستان می شده، استحکام بنا را افزایش می داده. بیشتر خانه‌های مدور دارای اجاق مرکزی بودند. کاربردش هم برای پخت غذا، گرمایش، گرد همایی خانوادگی و اجاق که از عناصر اصلی سازمان فضایی خانه به شمار می رفت. معماری یانق تپه برای باستانشناسان اهمیت ویژه‌ای دارد، برای اینکه یکی از کاملترین نمونه‌های معماری فرهنگ کره ارض رو در ایران نشون میده. ارتباط فرهنگی میان قفقاز و شمال غرب ایران رو آشکار میکنه. روند تحول از خانه‌های مدور به خانه‌های چهارگوش را مستند می‌سازه. خلاصه اینه که مسائل اصلی ساختمان‌های یانق تپه خشت خام، گلندو، چوب، مقدار محدودی سنگ و مهمترین ویژگی‌های معماری آن خانه‌های مدور خشتی با اجاق مرکزی است که یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های معماری این دوره به شمار می‌رود. اما در مورد در واقع اینم نمونه خانه‌های در واقع مدور پلناش هستش که در کجاها به دست اومده. اما در مورد نحوه تدفین، یکی از نکات جالب درباره یانق تپه این است که برخلاف بسیار از محوطه‌های عصر مفرق ایران مانند شهر سوخته، گودین تپه یا تپه حصار، تاکنون گورستان بزرگ و منظمی داخل یانق تپه کشف نشد. کاوش‌های چارلز برنی عمدتاً بر لایه‌های استقراری معماری و سفال‌های عصر مفرق متمرکز بود و اطلاعات ما در مورد تدفین‌های محوطه محدودتر از بسیار از محوطه‌های همدور است. با توجه به تعلق یانق تپه به حوزه فرهنگی کره ارض، باستانشناسان معتقدند ساکنان آن احتمالاً از الگوهای رایج این فرهنگ پیروی می‌کردند، یعنی گورهای ساده خاکی می‌ساختند، تدفین فردی انجام می‌دادند، جسد رو به حالت جمع شده چون مطمئنی قرار می‌دادند، از هدایای تدفینی محدود استفاده می‌کردند و گورستان رو در خارج از محدوده اصلی سکونتگاه می‌ساختند. این الگو در بسیاری از محوطه‌های کره ارض در قفقاز و شمال غرب ایران مشاهده می‌شود. اگرچه تعداد گورهای شناخته شده از خود یانق تپه محدوده، اما بر اساس گورستان‌های همفرهنگ در حوزه دریاچه ارومیه و فرهنگ کره ارض انتظار می‌رود اشیای زیر همراه متدفنان دفن شده باشه: ظروف سفالی، زیورآلات، ابزارها و بقایای جانوری. وجود اشیاء تدفینی هم نشان می‌دهد که مردم یانق تپه احتمالاً به نوعی زندگی پس از مرگ اعتقاد داشتند. قرار دادن غذا، ظروف، زیورآلات، ابزار در کنار متوفا بیانگر این باور است که فرد پس از مرگ نیز به این وسایل نیاز خواهد داشت. اما اگر بخوایم که از تمام مطالبی که عنوان کردیم یک جمع‌بندی از این ویژگی‌ها بکنیم، میتونیم بگیم که یانق تپه روایتی از آتش، زندگی و نخستین رویاهای انسان در قلب دشت‌های سرسبز آذربایجان و در سایه با شکوه کوه سحن، تپه آرام و خاموش آرمیده است که هزاران سال تاریخ را در سینه خود پنهان کرده است. این تپه را امروز یانق تپه می‌نامیم، نامی که در زبان آذری به معنای تپه سوخته است. اما آنچه در زیر خاک‌های این تپه نهفته است تنها داستان آتش و ویرانه نیست، بلکه داستان زندگی، عشق، امید و تلاش مردمانی است که بیش از 5000 سال پیش در این سرزمین زندگی می‌کردند. یانق تپه در حدود 30 کیلومتری جنوب غربی تبریز و در نزدیکی دامنه‌های حاصلخیز سحن قرار دارد، جایی که آب چشمه‌ها، زمین‌های مناسب کشاورزی و مناطق گسترده شرایط ایدئال برای زندگی فراهم می‌کردند. هزاران سال پیش، زمانی که هنوز از امپراتوری‌ها، پادشاهان و مرزهای سیاسی خبر نبود، خانواده‌هایی در اینجا خانه ساختند، زمین کشت کردند، دام پرورش دادند و فرزندان خود را در کنار آتش گرم اجاق‌هایشان بزرگ کردند. این تپه در واقع کتابی است که هر لایه آن فصلی از زندگی انسان را روایت می‌کند. لایه‌هایی که از حدود 4500 سال پیش از میلاد آغاز می‌شوند و تا از عصر آهن ادامه می‌یابند. در طول این هزاران سال نسل‌های متعددی بر روی بقایای نسل‌های پیشین زندگی کردند و هر نسل داستان خود را به این تپه افزود. یکی از زیباترین جلوه‌های یانق تپه خانه‌های مدور آن است. خانه‌های ساخته شده از خشت و گل
که گرداگرد یک اجاق مرکزی شکل گرفته بودند. تصور کنید در یک شب سرد زمستانی خانواده 5000 سال پیش در کنار آتش نشستند. کودکان به داستانهای بزرگان گوش میدهند، زنان مشغول ریسیدن نخلند و مردان درباره دامها و کشتارهای فردا گفتگو میکنند. این خانه های کوچک ساده اما گرم نخستین فصلهای تمدن را در دل پرورش می‌دهند. یعنی تپه یکی از مهمترین مراکز فرهنگ بزرگ کره ارض بود. فرهنگی که از قفقاز تا شمال غرب ایران و آناتولی گسترده شد. سفالهای خاکستری و سیاهای صیقلی که در این محوطه کشف شدند نه تنها از مهارت هنرمندان آن دوران حکایت میکنند، بلکه نشان میدهند که مردمان این سرزمین با جوامع دوردست در ارتباط بودند. هر ظرف سفالی، هر قطعه ابزار فلزی، هر دیوار خشتی گویی نامه‌ای است که از اعماق تاریخ برای ما فرستاده شده است. اقتصاد مردم یعنی تپه بر پایه کشاورزی، دامداری، سفالگری و فلزکاری استوار بود. آنان گندم و جو می‌کاشتند، گوسفند و بز پرورش می‌دادند و از خاک و آتش سفال‌هایی می‌آفریدند که امروز از زیباترین نمونه‌های عصر مفرق به شمار می‌رود. آنان نه پادشاه بودند نه فاتح، بلکه مردمان عادی بودند که با تلاش روزانه خود بنیانهای تمدن را شکل دادند. شاید بزرگترین پیام یانق تپه باشد که تاریخ تنها داستان شاهان و جنگانی است. تاریخ واقعی را مردمانی ساختند که نامشان در هیچ کتابی ثبت نشده است. کشاورزانی که زمین را شخم زدند، صنعتگرانی که سفال ساختند، مادرانی که کودکان را پرورش دادند و خانواده‌هایی که در کنار آتش خانه‌های خشتی خود رویای آینده بهتر را در سر داشتند. امروز پس از گذشت بیش از 5000 سال باد همچنان بر فراز یانق تپه می‌وزد و خورشید همچنان بر خاک آن می‌تابد، اما زیر این خاک خاموش صدای زندگی همچون شنیده می‌شود. صدای نخستین روستاییان آذربایجان که با دست‌های خود جهانی تازه ساختند. یانق تپه تنها یک محوطه باستانی نیست، یادگاری است از روزگاری که انسان برای نخستین بار آموخت چگونه با طبیعت همزیستی کند، چگونه خانه بسازد، چگونه بیافریند و چگونه رویای تمدن را به واقعیت تبدیل کند. در سکوت این تپه کهن هنوز میتوان رد پای هزاران انسان را دید که روزگاری در اینجا خندیدند، کار کردند، عاشق شدند و زندگی کردند. یانق تپه یادآور این است که حقیقت زیباست که تمدن بشری نه در خاک‌ها بلکه در خانه‌های کوچک مردمانی شکل گرفت که با امید، خلاقیت و تلاش مسیر تاریخ را ساختند. این تپه شعر خاموش از آغاز تمدن است، شعری که پس از هزاران سال همچنان در بادهای آذربایجان زمزمه می شود. اما در مورد گزینه کتاب شناسی، کتاب حفاری های در واقع تپه هستش که باره کارلوفسکی هستش، کتاب بسیار مهمی هستش. یک کتابی در مورد در واقع سامر نوشته، در مورد دوره آخر عصر آهنز و سفال هایی که در واقع از شمال غرب ایران به دست اومده و نمونه هایی رو از یانق تپه معرفی میکنه. کتاب دیگه هستش در مورد اون شروع دوره کره ارض هستش و سفال هایی که از تپه یانق تپه به دست اومده. کتاب دیگه هستش در مورد که برنی نوشته، کتاب بسیار مهمی هستش در مورد حفاری های یانق تپه در آذربایجان در 1961 و گزارش دومی هستش. کتاب جامعه یانق تپه هستش که در واقع آقای سامر نوشته. کتاب در مورد ساختمان های در واقع مدور یانق تپه هستش، بازکار چارلز برنی هستش. کتاب های در واقع در مورد مقالات در مورد یانق تپه هستش که با سامر نوشته. کتابی در مورد گسترش فرهنگ کره ارض هستش و نقش اروک در اون منطقه هستش. کتاب باستانشناسی آذربایجان در قسمت یانق تپه هستش که
صمد الیون نوشته. کتاب مطالعه یا نکتپه هستش، اشیای استخوانی در ایران هستش، این هم کار گروهی هستش از نویسندگان ایرانی هست و آثار دیگه که ما بعدها توی وبسایتمون قرار خواهیم داد. به هر حال از توجه و شما بسیار بسیار سپاسگزار هستم که به این برنامه ما توجه کردید و خیلی ممنون. به امید دیدارتون در برنامه آینده در مورد تل جری که بسیار محوطه مهمی در منطقه دشت مرفدش هستش. خدا شما رو به خدا میسپارم. دوستان عزیز، برنامه‌های ما که با هدف آشنایی فارسی زبانان با تاریخ و میراث فرهنگی سرزمین کهن ایران تهیه شده به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته و در آینده نیز چنین خواهد بود. با هدف گسترش فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی خود، بنیاد غیر انتفاعی مطالعات باستانشناسی ایران را به ثبت رسانیده و قصد تهیه برنامه‌های مفصل‌تری را داریم. برای ادامه راهی که در پیش است و به منظور محتوای بیشتر، مسلماً کمک‌های مالی شما بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اگر به این کار تمایل دارید، لطفاً لینک کمک مالی در متن توضیحات این ویدیو را کلیک کنید. از همکاری شما صمیمانه تشکر می‌کنم.